فرصت برای حامد اکبری پور و میگیره دروازه‌بان تیم نفت امیدیه. هنوزم که هنوزه اون صحنه گزارش حامد بزن توسط دوست عزیز ما حمید الطافی گزارش کرده بود، هنوزه وایرال میشه. خودت چه سوالی داشتی نسبت به اون بازی و اون لحظه؟ و فقط 3 دقیقه فرصت داریم غیر از اوقات تلف شده روی سر شروین بزرگ. ضربه سر رو میزنه برای حامد اکبری پور. حالا 3 در مقابل 1 ما. حامد بزن، حامد پاس برای حسن رمضانی، دروازه خالی رو نمیزنه. خدایا دروازه خالی رو حسن رمضانی نمیتونه باز بکنه. خب شما یادته دیگه من اون بازی مصدوم شدم. بله. نمیدونم همیشه ناراحت میشم. حتی ما که مصدوم شده بودم اون ویدیو تازه اومده بود بیرون، بعد همه برام میفرستادن. من گفتم آقا چی بگم؟ واقعا یه چیزی بگم یه چیزی نگم. حالا ما 4 تایمون 3 نفر بیا حامد برای امین متوسل زاده. امین سر بالا برای حامد اکبری پور. توپش رو دور میکنن. امین سرش پایین بود، ندید حامد اکبری پور رو. حقیقتش حس خوبی بهش ندارم، چون می‌خواستیم هم گل بزنیم توپ نمیرفت. خودم هم که مصدوم شدم. حالا سر اون ویدیو من پشت میدادن، هر کی مثلا نمیشنه آقا بزن دیگه، ولی واقعا من تو صحنه ها نبودم. حالا اونم خاطره شد دیگه برام. آها فرصت برای حامد، دیویبلی میزنن، دروازه خالی، بسیره دروازه باسم. خدایا با ما یار نیستی شد، باسم یار با ما نیست. ندیدی تیر دروازه خالی که حسن رمضانی باسم به تیر دروازه میکوبه.